امروز اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری قزاقستان محترم قاسم ژامارت توقیف صحبت تلفنی انجام دادند. در جریان صحبت سران دو دولت پهلوهای مهم همکاری تاجیکستان و قزاقستان و همگرایی منطقوی را بررسی نمودند. جانبها سرعت رشد استوار مناسبت‌های شریکی استراتژی تاجیکستان و قزاقستان و مهمیت کوشش‌های مشترک منبعد را بهر نگاه داشتن این روند تاکید نمودند. قزاقستان شریک مهم تجارتی و اقتصادی تاجیکستان میباشد و مملکت‌های ما را عنعنه‌های دیرین مناسبت‌های نیک و دستگیری طرفین میپیوندد تاکید نمودند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان. در این حاشیه به حکومت و راهبریت قزاقستان برای کمک بشردوستانه به تاجیکستان در این دوره برای همه مشکل اظهار سپاس کرده شد. راهبری دولت ما آمادگی جانب تاجیکستان را برای تأمین بازار قزاقستان با میوه و سبزیجات بروقتی در حجم ضروری همچنین صادرات پیاز به این کشور دوست تاکید نمودند. در حاشیه محاکمه مسئله پنجشوی گلوبالی کرونا ویروس نو جانبها با همدیگر درباره وضعیتی که امروز در پس منظر پاندمیا در دو مملکت به میان آمده است معلومات دادند. پرزیدنت تاجیکستان واکنش سریوقتی قزاقستان برادر را با پنجشوی این سرایت خطرناک ذکر نمودند و با تدبیرهای قطعی که با این مقصد از جانب راهبریت و حکومت قزاقستان اندیشیده شدند بهای بلند دادند. پرزیدنت ها با نگرانی آید به روندهای هرچی بیشتر به بحران فرو رفتن اقتصادیات جهانی و آغاز تنزل نو گلوبالی اظهار عقیده نمودند. در رابطه با این اهمیت تحکیم منبعد همکاری منطقوی و هماهنگسازی کوشش‌های مشترک در مبارزه با پیامدهای پاندمی کرونا ویروس تاکید گردید.